سلام بچه‌ها، سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. خب بچه‌ها، من اومدم سر یکی دیگه از پروژه ها به اسم آیگن لایر. حالا ما اینو میگیم آیگن لایر، فکر کنم این توضیح دهنده‌اش آلمانی باشن چون یه کلمه آلمانی حساب میشه. خب ببینید بچه‌ها، یکی از پروژه های خوبه، فکر کنم 65 تا تونستن جذب نقدینگی انجام بده. اینجا هم شما میبینید اینوستوراشو که دیگه بعضی‌هاش شناخته شدن نسبتاً و این هم افراد توسعه دهنده‌اش اکثرا هم افراد آکادمیک هستن. یه سری مباحث دیگه می‌خواستم بگم، مثلا آیگن لایر چیه، چیکار میکنه، چیکار نمیکنه. ببینید بچه‌ها، یه مثال خیلی باحال زد. اولا که بگم کلاً آیگن لایر کارش به افزایش امنیت شبکه، یعنی دپ‌های دیگه روی EVM. یه مثالی که ما اینجا داریم، مثال باحالی هم هست زده شده. ببینید اول اینو بهتون میگم، شما هر چی باهاتون مدیوم میتونید پیدا کنید، اینو اول داشته باشید. ببینید شما اگر تو اینجا 10 بیلیون دلار، 10 میلیارد دلار روی اتریوم داشته باشید و 3 میلیارد دلار روی این سه تا شبکه، 13 میلیارد دلار در مجموع داراییتون میشه رو دپ دارید، درسته؟ و برای هک این 1 میلیارد دلار کفایت میکنه، یعنی 1 میلیارد دلار هکر میتونه هزینه کنه واسه هک این. و این موقع که آیگن لایر شما استفاده میکنید، ببینید این امنیتش رو میاد به صورت کلی میگه. حالا منظورم از این قضیه چیه؟ ببینید در کل خب شما میتونید برید توی سری از سایت های مختلف و اتریوم و اتریومتون استیک کنید روی مثلا لیدو معروف ترینشه و اتریوم بگیرید یا آرتی اتریوم بگیرید یا هر چی و اینا میمونه اونجا به شما سود میده. حالا اینا شما یه توکنی در قبالش گرفتید، درسته؟ یک توکنی در قبالش گرفتید، آیگن لایر میاد از این توکن استفاده میکنه و شما میتونید توش ری استیک کنید و این خودش حجم عظیم امنیت شبکه اتریوم رو میاره وارد دپ‌های دیگه میکنه. اینجا همونطور که میبینید سمت راست 10 بیلیون دلار اتریوم بوده و 3 بیلیون دلار هم این سه تا نقدینگیشون بوده که امنیت شبکه‌اش رو تامین می‌کردن و الان به 13 بیلیون دلار رسیده. این باید این مقدار حدوداً هزینه، این مقدار که نه، یعنی این مقدار سختیش بیشتر میشه، 13 برابر سختیش بیشتر میشه. اینجا هم میتونه نوشته سکیوریتیش بیشتر میشه. اتکر باید حمله کنه به اتک‌های، به سخت‌هایی که 13 میلیون دلار دارایی دارن، به طرفی که 13 میلیون دلار دارایی داره. پس اینو در نظر میگیریم. اینم به صورت کلی چرخه‌ای که توی استیکینگ همین آیگن لایر رخ میده. در کل ریسکاش و چیزهای مختلفش هم گفته. فاندریزینگش گفته 64 میلیون دلار بوده و احتمال توکن دادنش هم هست و به نظر من خودم روش بولیشم، یعنی چیزی به نظر من میتونه توکن خوبی بده. یک لایه اجماعه. خب این که هست، این هیچی. اینم سایت خودشه، من سایت خودشم خوندم، باحال بود. نحوه‌ای هم که بچه باید بریم روش، وارد سایتش باید بشیم. موقعی که وارد سایتش شدید کانکت والت رو بزنید. برم روی اینکه مثلا کانکت والت رو که میزنید به این حالت واسهتون میاره، شما این سبز رو میزنید میاد پایین و ساین میکنید. با ساین کردنش این فایل رو داشته باشید، خوبه، امضا میکنید و وارد اینجا میشید. بچه‌ها ببینید شما الان تو اینجا CB اتریوم، ST اتریوم و R اتریوم رو میتونید استیک کنید. معمولا میگم ST اتریوم از همش زودتر پر میشه، درسته؟ خب ما الان اینجا چیزی نداریم دیگه. ما این خود تعداد خیلی بالایی توی حالت قبلی زده بودیم، من یادتون باشه، توی تست نتش. و شما الان میتونید بیاید اینجا، حالا قراره به زودی باز بشه، میتونید بیاید توی اینجا استیک کنید. من خودم اگر بشه میخوام ST اتریوم استیک کنم و برای ایردراپ احتمالیش تا ببینیم چی میشه. من